امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ناحیه نورآباد تشریف آوردند. ساکنان کسب و کار گوناگون، سابقه داران، فعالان و شماره زیادی جوانان این ناحیه دوردست مملکت سرور دولت را گرم و صمیمی و با محبت بی اندازه پذیرایی نمودند. نخست پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در خواجگی نبونیاد دهه خالیبک دهات خمدان که ایدانه آراسته شده بود با دستاوردهای مهنتی مردم این ناحیه خوشمنظره شناس شدند. به خاطر تشریف مهمان عالی قدر در اینجا نمایشگاه بزرگ و دامنه‌دار تشکیل کرده شد. در نمایشگاه ساکنان ناحیه دسترنج خویش از قبیل محصولات نانی، نمونه کندکاری و آهنگری، حاصل زراعت کشاورزی، گل و گیاهای طبیعی شفابخش و غیره را که با مهنت حلال و زحمت زیاد به دست آوردند به معرض گذاشتند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به هنر نامپذیر زنان و بانوان ناحیه نورآباد بهای بلند داده با آنها جهت حفظ این میراث قدیمه و باز هم رشد بخشیدن آن، اینچنین جلب جوان دختران برای از خود کردن نازکی‌های مهارت نامپذیر مصلحت‌های مفید دادند. در گوشه دیگر نمایشگاه با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان خوراک‌های ملی از جمله آش بریده، کشک، دلده، اوماش بدوق، قروتاب، فطیر مسکه و غیره نمایش داده شد. طور اطلاع دادند در ناحیه نورآباد نمادهای زیادی خوراک‌های ملی که خاص مردم تمدن آفر و کهن‌بنیاد تاجیک میباشند حفظ گردیدند و در خانه‌دان پخته میشوند. همچنین در اینجا شیرینی و کلچه‌قندهای گوناگون و نامگوی زیادی محصولات شیری به معرض گذاشته شد. همه این محصولات در کارگاه‌های ناحیه و اینچنین از جانب ساکنان محلی آماده کرده می‌شوند. در همین جا پرزیدنت مملکت محصول دست چیبران ناحیه نورآباد را تماشا نموده هنر و مهارت دوزندگی و بافندگی زنان و دختران صاحب استعداد و چهره‌دست محلی را نمونه عالی کاردانی و لیاقتمندی ملت قدیمی تاجیک ارزیابی کردند. در گوشه هنرهای مردمی که قسم اساسی و بیشتر نمایشگاه را در بر می‌گرفت، همچنین نامگوی زیاد دیگر نمود محصولات دستی از قبیل چوبکاری و آهنگری و غیره نمایش داده شد. کندکاری و آهنگری که از هنرهای خیلی قدیمی ملت ما به شمار می رود در ناحیه نورآباد احیا و به طور گسترده رشد نموده است. سازهای گوناگون موسیقی، لوازمات روزگار و محصول آهنگران بازگوی فرهنگ بوی پرقناوت تاجیکان می باشد. گوشه محصولات کشاورزی در این نمایشگاه چند راسته را در بر می گرفت که در آن مهنتکشان ناحیه نامگوی زیادی تخمی زراعت کشاورزی و محصولات از آنها استحصال شونده خاصه غله‌دانگی ها، میوگی ها، سبزیجات و پالزی، حاصل زراعت روغن دهنده، اینچنین گل و گیاهای شفابخش، کنسرو میوه و سبزیجات، محصولات شیری، روغن رستنی، عسل طبیعی، تخم پرنده و غیره را به طور وسیع به نمایش گذاشتم. مجموعاً در این گوشه نمایشگاه بیش از 30 نمود محصولات معرفی گردید. بعد بازدید از نمایشگاه هنرهای مردمی و محصولات کشاورزی، پیشوای ملت با فعالیت خواجگی نبونیاد دهه خالیبک، نشأه‌نمای زراعت کشاورزی و باغ نبونیاد آن که از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نورآباد تشکیل یافته است شناس شدم. اطلاع داده شد که مساحت عمومی زمین خواجگی نبونیاد در دهه خالیبک 12 گکتار را تشکیل می‌دهد و در میدان بیش از 5 گکتار از جمله 2 از 154 گکتار باغ اینتنسیوی نو بنیاد کرده شده است. در باغ نبونیاد اینتنسیوی خواجگیداران نهال درختان میوه دهنده سیب، نوک، سیاه‌آلو، آلوچه، شفتالو، زردآلو و غیره شناندند. در باقی مانده زمین‌های خواجگی مذکور قریب همه نمود زراعت از قبیل پمیدور و بادرین، کارتوشکا، قلمفور، بایمجان، کرم، سبزی، ترب، شلغم، لوبیا، جواری مکه، نخود، تربوز و خربوزه، کدو، اینچنین گندم و محصر کش کرده شده است. نمایشگاه وسیع محصولات کشاورزی در خواجگی نبونیاد دهه خالیبک بازگو کننده مهنت پیوسته و صادقانه ساکنان ناحیه نورآباد و خاطر به دست آوردن حاصل دلخواه می باشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به کار دهقانان در مجموع وضع ساحه کشاورزی ناحیه نورآباد بهای بلند داده آنها را به مهنت صادقانه و به دست آوردن حاصل فراوان هدایت نمودند.